هیجن. حالت گارد قرار میگیریم، پای راست جلو، دست راست جلو، انگشت ها به سمت داخل نیست، به سمت جلو. این نیم دایره و کمان رو میخوایم روی زمین قرار بدیم، دست عقب و کف دست به سمت پایین. تصویر این دوتا کف رو میذاریم روی زمین، میره پایین. سر از بین دوتا دست به سمت پای عقب خم میشه و به سمت جلو، یعنی توی یک راستا ما افتمون رو میزنیم. به این صورت که بهش میگن هیجن. پای جلو که خم هست روی زمین خم میمونه، پای عقب که کشیده است روی زمین کشیده میمونه. بفهمید؟ پای عقب کشیده، پای جلو کف پا روی زمین، پای جلو به زمین اصابت نمیکنه، روی هوا میمونه. کف دست به عنوان ضربه‌گیر روی زمین و دست بعدی تو حالت گارد. یک طرفشون هم روی هواست، یعنی ما یک طرفه روی زمین. این هیجن رو اگر درست بزنیم بعد از بلند شدن پای چپ میاد جلو و همون روال رو دوباره تکرار. مرسی.